اسلام معتبر است، عقیده معتبر است. این جهان تیر شده نیست. حکومت ها تغییرات انقلاب دیش میآید، تاریخ نوشته میشه. شاید یک روز از نواسه های ما تاریخی ما را مطالعه بکنه که ما کدام قسم باباها و پدرها بودیم، چی کرده بودیم. آیا یقینا غیرت سری دین کرده بودیم، غیرت سری ناموس کرده بودیم، غیرت سری عفت و عزت اسلامی کرده بودیم، یعنی که نعوذ بالله زندگی غلامی را پیش برده بودیم. این بسیار سخت است. قدرت الله تبارک تعالی رسوایی هم در دنیا است هم در دین است. اونجا در آخرت خوب الله پیش میشه. نه، قرآن برای ما این درس میده که الله ما را امتحان میکنه که خوف نداشته باشیم. کافر اقدر نیرومند است، خو ما بگوی ذات نیرومند پشتیوانی خود داریم که الله است، که خالق همو کافر است. ان الله علی کل شیء قدیر، سری کل چیزا کی قدرت داره؟ الله قدرت داره. الله که بخواه در یک لمحه کلشان هلاک میسازه او میتونه، به شرطی که من مؤمن واقعی شم. یقینا ما اهداف اسلام خود پیش ببرم، حتما الله تبارک و تعالی مرا امداد میکنه. والجوع، دوم چیزی که مورد امتحان الله قرار میده گرسنگی است. یا هم دو قسم است، یکی تکوینی است و یکی هم تشریعی است. تکوینی چی را میگه؟ ناگهان مال ملک جایداد دست بین میره، سیل میایه، یک درخت و یک زراعت باقی نمیمانه، نه هیچ چیز در خانه باقی نمیمانه. الله امتحانت میکنه، چی میکنی؟ کدام راه را در پیش میگیری؟ امروز هم همینطور حالت سری بعضی مردم های آمده. آیا به بانک سودی مراجعه میکنی؟ آیا نعوذ بالله دختری تا در دفتر خارجی روان میکنی؟ به خاطری که من تکلیف اقتصادی برام پیش شده. الله اینمی تکلیف برات پیش میکنه، تو را امتحان میکنه که تو از کدام راه زندگی تا پیش میبری، پشت حلال میگردی یا پشت حرام. برای تو بالکل این امتحان الله است. تو نیست کلگی راحت داشته باشه، هر چیزش مهیا باشه. ما این دنیا را میدان عبور امتحان الله قرار دادیم. ما اینا لی میبینیم که آیا دختری خود همشیری خود روان کنم برای ما مناسب است؟ چه قسم است؟ اینجاست که امتحان الله متعلق شده. امروز بسیار امتحان است. مردم ها زنگ میزنه خیرت است، والا مولی سمخو از بانک قرض میگیر. چرا؟ مجبور هستم. چقدر مجبور هستی؟ 3 خانه را در کابل داره، در کرا میده، خودش دلاک سویلی زندگی میکنه. والا مجبور هستم. مجبور نیستی بیادرم. ای اویلی تا در کرا بده، یک لگ افغانی دمایی برو یک اویلی 5000 را بگی برای کرای خود، اونجا زندگی تا در خامه تیر کو، در دیوالای خامه. زندگی خود را نیست که در پخته و همین طور چیزا باشه. 95000 افغانی کفایت نفقه تا بکو. هر کس همین طور راه ها داره. مردم ضرورت چی را میگه؟ با مجردی که بیگاه گوشتش نرسید میگه والا ما ضرورت دارم. نه، این ضرورت نیست. ضرورت باید بشناسیم. ضرورت این را میگه که تو دیگه پای دراز میشه، چیزی پیدا نمیشه که سد رمق بکنی، نفس خود دیگه نگاه بکنی. امروز مردما ابلیس لعین عجیب بهانه ها را ضرورت داریم. چی رقم ضرورت داریم؟ زندگی خیلی مرفه که بادیگاردا باشه و بیلدینگا باشه، ای را نداریم. از این خاطر دست به بانکا زدیم، از این خاطر دختری خود روان کردیم در مؤسسه خارجی که خب اونجا از اونجا دلار بیاره که من زندگی بکنم. او مومن، خب بیبی تو را به الله قسم وجدانت برای تو اجازه میده که تو نفست راحت باشه، مرد هستی و دختری خود در دفتر خارجی به بیعزتی روان میکنی؟ راستی تا بگو، تو خود باز مرد میگی؟ به الله قسم اگر خود مرد باشی، مردی طور نیسته. تو باید تکلیف بکشی، رنج بکشی، اولادت به عزت باشه. اولادت به چی باشه؟ به عزت باشه، به عفت باشه. قرآن نمی درسا را برای ما میده. اینی جوع تکوینی است، اینی فقر فاقگی سرتان آمده نیست. خو الله امتحانتان میکنه که کدام طرف روان هستی، با کدام طرف دست میپرتی و چی میکنی. این را میگه جوع تکوینی. جوع تشریعی چی را میگه؟ این ما را الله امتحان میکنه که از صبح وقتی فجر طلوع میکنه باز دیگه تو حق نداری گلاس آب بخوری، باز تو حق نداری چیزی را دهنت بجوی و قرد بکنی. نه، تا که غروب آفتاب نشده 16 ساعت تو روزه میگیری، 16 ساعت دمی گرمی، دمی روزای طولانی، دمی کار و مشقت و تکلیف. الله تو را امتحان میکنه. این امتحان است. از همون خاطر است که دمی تو روزی که هیچ کس قطعت نیست، در خانه، در اتاق، در باغ، هیچ کس تو را نمیبینی، اما تو دست نمیزنی که چیزی را بخوری. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چی میگه؟ که الله تبارک و تعالی میفرمه هر عمل نیکی بنی آدم در مقابلش 10 نیکی داده میشه، یا چیست از او که بالا الا الصوم، جز از روزه.
چرا؟ الصوم لی و انا اجزی به، روزه برای ماست و من پاداش میدم. او پاداش الله چقدر است؟ انسان در تصور خود گنجانیده نمیتونه. چرا؟ به خاطر که تو امتحان خیلی صحیح و سالم برش دادی. در عین اتاق که کسی نمیدید چیزی را نخوردی، چیزی را ننوشیدی، کاری را مرتکب نشدی که خلاف فرمان کی باشه؟ الله. این امتحان است. اما میبینیم یک تعداد مردم نعوذ بالله بهانه های گوناگون داره. یکیش میگه زخم معده دارم، دیگهش میگه من مرض شکر دارم، بسیار تشنه میشم، نمیتونم. اگر در دکانیت اونجا میری مرض شکر نداری، از صبح که در سودا گیرستی آخر در 3 بجه نان میخوری، الا دا یادید اگر بیا این تو روزم میشه که شام میشه نان چاشتم نخورده باشی. چرا؟ به خاطر که مشتری ها خیلی زیاد است. حالا کی را سودا بده، کی را بده، یادید نمیاد. باز اونجا نه سرطان استی، نه مرض شکر استی، نه دا یادید امی طعام میاد. خود امروز تو بهانه میکنی، از مفتیا فتوا میگیری. مفتی مجبور است مطابق گفته تو برش میگی که من بسیار سختی سرم میاد. سختی که سرت میاد برات جایز است. الله تبارک و تعالی کسی که مریض باشه و در او حالت برسه که ضعف میکنه، الله برش جایز کرده. بعد فتوا دادن مفتی برای تو جایز نمیشه اگر حقیقت اموتور نباشه. فتوای مفتی برای تو ایره روا نمیسازه. تو نمو چیزا گفته مفتی برات فتوا داده، بهانه ها نکو. این امر الله است، امتحان الله را پورا بکن، تیر میشه. اینا چند روزه؟ امروز چندم روز است؟ 14ام روزه است. چقدر کم شدیم؟ همو کسایی که خورده نعوذ بالله وا چی رقم است؟ همو کسایی که گرفته. بیگاه که کدام افطار تو میکنی راستی تبگی لذت دیگه میابی. باز اون یکی ملاقات با اللهت میکنی، او لذت تو میابی. او روزه خور تو باز چی میکنی با الله متعال خود؟ چی بهانه را برش پیش میکنی؟ امتحان الله است. و نقص من الاموال والانفس والثمرات. سوم قسم امتحان نقص مال است، نقص نفس است، نقص میوه هاست. نقص مال یوم 2 قسم است. الله تبارک و تعالی مال آدم ناقص می. تجارت میکنی کل سال زحمتم کشیدی، آخر نرخ پایین آمد، نه تنها که فایده کردی اصل سرمایه تام رفت. انسانی که عقیده به الله نداره سخت مایوس است، دست و پاچه میشه که رفتم تباه شدم. اما کسی که به الله اعتماد داره میگه نه، امتحان الله بود. الله دینمی امتحان میکنه که مالی چی بکنم. نعوذ بالله آلی تلاش میکنه که قسم بخوره، دروغ بگویه، چیسته عیباره پٹ بکنه، فریب بده مردمه، در دکان خود بازی داده. چرا؟ تاوان کرده مزیاد، خیلی زیاد تاوان کرده. آلی از این ناحیه ما ایره پوره میکنم. امتحان الله است. سرت آمده بود، هر روز که تو فایده میکردی ایره دیاد داوردی. این انقلاب است، تغییر است. او الله این کار به خاطر میکنه که تو انسان بگه که انسان تو مختار نیستی. در این دنیا انقلابات و تغییرات در پیش کیست؟ الله. اگر تو را عزت میده، اگر تو را ذلت میده، خدا به الله تسلیم کو. امو جاده مستقیمی که الله برات تعیین کرده، ولو در هر بخش است، در بخش معاملات هم الله برات تعیین کرده. چه قسم معامله بکو؟ دروغ بگو، قسم بخو، فریب بدی کسی که دیگه هم فریب میخوره، یعنی که از انصاف کار میگیری، یا قطع مردم معامله خیلی نیک میکنی، کدام رقم میکنی؟ امتحان الله است. نقصان اموال به اعتبار تشریع، الله بری تو فرمان داده زکات بده. باولی دست خود پیدا میکنی، گرمی را کشیده، روز تا بگاره عرقاس پیشید رفته. خو الله برات میگه وقتی مالت به نصاب رسید، سالم سرش تیر شد، آلی از 40 روپه 1 روپه بده اگر نصاب تکمیل باشه. از 40 حصه 1 حصه را بده، زکات کلش 40 حصه است. دیگه اینجا مورد امتحان الله قرار میگیری که میدی یا نمیدی. اگر ابلیس لعین برات آمد که خو زحمت ما کشیدیم، آلی مفتی کده به این آدم بدم، چرا بدم؟ عرق ریزی ما کردیم. خو نه، مورد امتحان الله تبارک و تعالی قرار گرفت. بس تو رو امتحان میکنه که آیا چطور است؟ محبتت با الله زیاد است یا با مال زیاد است؟ کدامش محبت داری؟ آیا با دادن از 40 روپه 1 روپه در 39 روپه انسان میشه غریب شود؟ نه. ولی چقدر امو خشونتی که از فقیر برات پیدا شد از بین رفت، فضای صمیمیت برقرار شد. امی 1 روپه مال دیگه تا پاک میسازه، امی 1 روپه مال دیگه تا نمو برکت میده. الله دیگه مالی تا بیجای قطعا مصرف نمیکنه. تو بدانی فلسفه زکات چیسته، فواید اجتماعی از این چقدر است، فواید روحی از این چقدر است. انسان وقتی از مال خود میده، محبت مادیات از قلب دور میشه.
محبت الله سری تو غالب میشه. تو باید بدانی این امتحان است. والانفس، امتحان نقصان در نفس ها میه. نقصان در نفس یکی تکوینی است. انسان مریض میشه، اینقدر تکلیف میبینی که پرسان نکن. مریض میشه. چرا امتحان میکنه الله تعالی که تو مریض میشی؟ یک دفعه بدانی که وجودی ما است، در اختیار کیست. این نظمی که در وجودی ما روان است که هر روز ما تندرست و صحت میرفتم، صرف محض با یک تغییر در بعضی از اعضای ما، چقدر این نفس کلی امی بدن و وجودم ناقرار شده و دردمند شده، تکلیف میبینه به خاطری که یک شبکه چی میشه؟ درست کار نمیکنه. یک شبکه وجود انسان اگر یک شبکه درست کار نمیکنه کلی بدن مریض است. احساس درد میکنی، احساس درد میکنی، یک شبکه مریض شده. معلوم شد برای تو که وجود ما یک دم ارتباط خیلی قوی و محکم یکی با دیگه داره، خیلی زیاد ارتباط داره. باید کل شبکه ها سالم باشه، کل شبکه ها. اگر کل شبکه ها سالم نباشه وجود تندرست نیست. اینمی احساس تو در بیرون بکو که افراد انسانی حیثیت اعضای یک وجود است. باید کلی اعضا سالم باشه. تو نشوه که ما 10 خانه داشته باشم و آدم دیگه غریب که یک خانه داره اورم نعوذ بالله دعوا کنم، ورقه پیش کنم از محکمه، چرا قاضی را میشناسم، بگوه چیسته سرنوالا میشناسم، کلگی را میشناسم، او از دو بگیرم امی خانگه کشام بگیرم. تو را خوش میده که بلدنگ داشته باشی. یک آدمی غریبه خانه گلیش خوشش نمیاد، برای تو بلدنگ معتبر است، برای از خانه گلی معتبر نیست. امروز ببینه جهان چرا در بدر است، چرا نزاع و کشمکش پیدا میشه؟ به خاطری است که خود انسانی احساس نداره که من راحت باشم دیگران باید راحت باشه. اصلا من وقتی راحت میشم که دیگران راحت باشه. اگر دیگر راحت نباشه چطور بکنم؟ یک همسایه مریض است، فریاد و ناله میکنه، من برش نزدیک هستم، از دست از او خون نمیرم، چرا که من به تکلیف هستم. من به تکلیف هستم. امروز ما و شما راستی تا نبگه. این واقعیت است. دمی کپرکا که امی سوالگرا یا در دروازه مساجد چیست سوالگرا استاد است، چقدر رنج میبره، چقدر به تکلیف هستی. در عین مردم تو را رسوا میکنه، به نام الله از پیشت کش کده آخر تو خجالت میکشی. چرا اینطور باشه؟ من مالی زیاد دارم، برای ازی میدم هیچ. وقت از نماز میرم فکرم به الله تبارک و تعالی است، هیچ امی سوالگرا داده میرویم نمیه، لیکن نارام میشه، استراب پیدا میشه. الله امتحان میکنه ما را. در نفسم مریض میشیم، امی حالت ناگوار بر ما میاد، آلی صبر میکنیم یا نه؟ میگیم که وجود ای صحت الله داده. آیا میتونم من صحت پس کمایی بکنم؟ امی صحت در این مرضا بسیار امتحانات الله است. تمام روز تلاش داری دکتر صاحب خوب دکتر پیدا کنی. امروز علاج افغانی های ما هیچ در شفاخانه کابل نمیره، اما غریب ترین ما در پشاور میره. در کجا میره؟ وگرنه آلمان و هندوستان. کسایی که زیاد چی داره فخر میکنه که من در آلمان رفتم تداوی کردم. به الله قسم که صحت الله برات نده، در آلمان هم بری تداوی نمیشی، در آلمان هم بری. برید تو میبینی در مقابل صحتی چقدر مال مصرف میکنی، چقدر تکلیف میکشی، چقدر چاپلوسی به اون دکترای کافر میکنی. اما اللهی که تو را مکمل عمر می صحت داده بود، امی قدر چاپلوسی که به می کافر دکتر کافر کردی، به الله خود کردی؟ به الله خود کدام روز گفتی که یا الله چه صحت تن من دارم، چاپلوسی بکنی، همینطور با چاپلوسی طلب بکنی رحمت الله را که الله صحت مرا ادامه بده. هر لحظه زندگی انسان تو را بیدار میکنه و هوشیار میکنه که تو در قدرتی که قرار داری و چه قسم بندگی الله را بکنی. الله برات میگه، ایرا میگه نقصان در نفس تکوینی، نقصان در نفس تشریعی. تشریعی در نفس چطور؟ الله تبارک و تعالی گاهی انسان مبتلا به این میکنه که نقصان در نفس میشه. چه رقم؟ در جهاد میری مبارزه میکنی شهید میشی، در جهاد میری دستی از بین میره، در جهاد اولادی تروان میکنی، نقصان نفس است. آماده استی؟ آماده استی؟ پدر و مادر خیلی مهربان اولاد خود توصیه میکنه، میگه جهاد است، ای برش گریانا را شروع میکنه، عاق میکنم تا که اگر در اون میدان رفتی. پدر و مادر محترم، زمانی که پیغمبر علیه السلام دعوت شروع کرد چند نفر بود؟
اگر ابوبکر رضی الله عنه را اهل و فامیلش میگفت که ماندنیت نیستم ابوبکر که با این پیغمبر که نامبد است مردم در مقابلش قیام میکنه تو را نمیمانیم. پدر ابوبکر هم موجود بود، کافر بود در او زمان، مادر ابوبکر هم بود، لیکن وا نگذاشتن. او امر پیغمبر روان است. علی رضی الله عنه را نمیگذاشتن. بعد از او صحابه هر کدامشان زمان جهاد آمد، الله اکبر، اونجا مادر میگه که بچم شیر نمیبخشم که با پیغمبر هم رکاب نباشی. اونجا مادر میدوه، مجاهدین از جهاد بر میگرده، یک زن انصاری میدوه، از هر قافله و گروپ سوال میکنه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنده آمده یا نه. فقط خبری زنده بودن پیغمبر بگوی تلاش داره که اول بشنوه. هر گروپ که میاد میگه بچه‌ت شهید شده، دیگه گروپ میاد میگه شوهرت شهید شده، دیگه گروپ میاد میگه پدرت شهید شده، دیگه گروپ میاد میگه برادرت شهید شده. او میگه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده است یا نیست. وقتی که گفت پیغمبر زنده است گفتی کلی غمای دیگه بسیار سبک است. از چی کده؟ از غمی که نعوذ بالله پیغمبر نمی بود. اونو تر مادرها بودن، تربیت دادن از اول. امروز تو مانع جهاد بچه‌ت هستی، دلسوزی میکنی لیکن دلسوزی نمیکنی. سوبکی پدر اولاد خدا مادر جان وقت آذان هم داده شده، وقت جماعت است، کلان خو کده، دیگه لیفه دیگه چادر سرش کش میکنه. چرا؟ دل سرش میسوزانه که بچه‌م بیخو نشوه. مادر تو حقیقی مادر نیستی، مادر تو نمیفهمی. بچه تا در آتش جهنم پیش میکنی، خوش نیستی که بیخو شوه. تو چی رقم مادر هستی؟ اگر اولاد ما و شما، مولانا زکریا صاحب در فضایل اعمال خوب مثال داده، الله برش اجر بده. میگه مثال ازی طور است مثل که یک کسی اولادش مریض شوه، مثلا سالدانه شوه و ای را میبره پیش دکتر، این سالدانه کلان میشه، روی ازی را بیخی از بین میبره. دکتر برش میگه که من پیچکاری میکنم. مادر میگه نه 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 بچه ما قطعی پیچکاری درد پیدا میکنه، اوگار میشه، من نمیمانم که پیچکاری کنه. یک دردی پیچکاری را تحمل نمیکنه او میگیره روی بچه خود مکمل خراب میکنه. از این که زن بی عقل دیگه کدام است؟ از این که پدر بی عقل دیگه کدام است که بچه خود حیاتش در باد میده صرف به خاطر ازی که درد پیچکاری را نبینه؟ خب بچه خود تباه میکنه. امروز اولادی تو که نماز نمیخونه چادر سرش کش کردی، در حقیقت تو در آتش جهنم کش میکنی به این خاطر که کمک بیخواب نشوه، کمک بیخواب نشوه. آزاد گذاشته ای اولاده. چرا؟ الله امتحان میکنه تا نقص نفس است. اولاد برات داده در راه الله تبارک و تعالی مبارزه کنه یا نه؟ امی عقیده در تو افغانی عقیده توسط چی رسیده بود؟ تو امروز به نام شهدای صالحین که در اونجا قدم میمانی، مردم اونجا میره که حاجتای ما پوره شوه، مشکلات ما حل شوه. این غلط عقیده است. تو در اونجا برو یک دفعه استاد شو که اینجا قدم صحابی که از عربستان حرکت کرده بود اینجا آمده بود، خونی خدا اینجا ریختانده به خاطری که دین حق بر ما رسانده. و پدر و مادر داشتن یا نه؟ اگر تو واری پدر و مادر امو بچه خود در عربستان از عربستان نمیمان که بیرون بره، امروز تو نصیبت امی عقیده حق میشد؟ کلا نمیشد. ببین که الله امتحان میکنه. مردمای سرمایه‌دار در دوران جهاد پول بده وزی بگی، پول بده وزی بگی. الله اکبر. پول بده که بچه از بین نروه. بچه برای چیست؟ مال به درد انسان برای چیست و اولاد برای انسان برای چی است؟ هر چیزی که به انسان الله داده برای چی است؟ برای کدام افتخار است؟ چی به درد میخوره؟ الله اکبر. الله برای انسان امو چی را بده؟ امو ماله و امو اولاده که مکمل عمرشان در خدمت دین تیر شوه، شهید شوه مرده بره. الحمدلله ما در دوران صحابه کرام هم همچو مردم داشتیم، در دوران شوروی هم همینطور مردم داشتیم، امروز هم همینطور مادرها را ما داریم، بالکل داریم. اینطور مادر ما خبر دارم که بچه خدا گفته بچم روی من نخوره تا وقتی که جهاد وجود داره، روید بعد بر روی من نخوره. اگر بچه مستی ما شیر برات دادم او با واقعیت شیر برات دادم، شیر اسلامی برات دادم، گفت من نمیخوایم. ادناترین ظلم سر برادر مسلمان نمیخوایم که در دیگه جای صورت بگیره. اونو را مردم میگه ای امتحان است،
امروز ببینه مردم آنه بانه میکنه با الله قسم، الله خو از راز دل ما خبر داره که تو نیتی گفتنت چطور است، نیتی گفتنت چطور است، با خاطر چی سوال میکنی. بسیار مردم از سوال میکنه، اینطور سوالای میکنه که آدم از زندان میبره. برادر الله از قلبت خبر داره، چرا سوال میکنی، چرا این گپ میزنی؟ به کتاب الله تبارک و تعالی واقعیت ها را بیان میکنه، ما واقعیت ها را بیان میکنیم، بعد بیان کنیم که دین چی است، الله چرا ما را امتحان میکنه. خب برای چی امتحان میکنه؟ این را میگه نقصان نفسا، نقصان نفسا و الثمرات، امتحان در ثمرات میکنه، تولیدات. ثمرات دو ترجمه داره. امام شافعی رحمت الله علیه میگه مراد ثمرات اولاد است. گاهی الله انسان امتحان با گرفتن اولادش میکنه، یا هیچ اولاد نمیده یا میده خب پس الله او را وفات میکنه میگیره، جگرگوشیت است. ثمره انسان چیش؟ اولادش است، او را میگیره. تو را امتحان میکنه که امی آلیا وا ویلا و فریاد میندازی یا کدام چیزی دیگر انجام میدی. مادرای ما و شما بیچاره نه قرآن شنیده، نه در جمعه حاضر شده، یک تقریر نه تو کدام تقریر کستی درسته برش برده به مادرت گذاشتی که یک کمی فکر گرفته باشه. به مجرد که طور حادثه مرگ دیش بیایه باز دیگه مویاره بکن، چادر او طرف بنداز، گریبانه بکن، نعوذ بالله نعوذ بالله. میگه او الله یک دشمنیت قتم است. میگه نمیگه؟ میگه او الله دشمنیت قتم است. الله دشمنی با کسی داره؟ الله که دشمنی میداشت تو را چرا پیدا میکرد؟ الله خو رحمان و رحیم است. ببینه این کلمات کفر است. والله خداییت چپه شو نعوذ بالله. ببینه این نسبت را میکنه، خودتان شاهد همین صحنه هاسته. او پدرها در روز قیامت به الله جواب میگه کی مادر چرا اینطور کلمات خلاف شرع گفته؟ این دختر چرا کلمات خلاف شرع گفته؟ به خاطر که تو در دین نبردیشه، در ترجمه قرآن اجازه ندادیشه، کست دین به سرش نشنواندی، خودت برات مسائل دین بیان نکردی. امروز ادناترین مصیبتی که سری زن آمده از جاده حق بیرون شده، نعوذ بالله، با الله تبارک و تعالی مقابله و مبارزه داره. عاملش کیست؟ دوستی. عاملش دوستی که نگذاشتی که دختر دین یاد میگرفت، قرآن میشونید. کسی که قرآن بشنوه او میفهمه که اولاد ملکت کیست، ما ملکت کیستم، کی میده و کی میگیره. الله اکبر. نواسی پیغمبر علیه السلام در حالت جان کندن است. کسی را روان میکنه، دختری پیغمبر علیه السلام در پیش پیغمبر که برو بابای از زیر خبر کو که طفل در حالت جان کندن است. پیغمبر نمیه، فقط برش میگه به اون نفری قاصد میگه برو برش بگو که لله چیست؟ ما اعطا و لله ما اخذ و کل عنده باجل مسمى. برو برش بگو که هر چیزی خاص در اختیار الله است، آن چیزی که داده و خاص در اختیار الله است چیزی را که میگیره و هر کس به نزد الله به یک تاریخی چی است؟ مقرر است. فلتصبر ولتحتسب. باید صبر بکنه و از الله طلب اجر بکنه، از الله طلب اجر بکنه. این پیغمبر علیه السلام است. در مورد نواسی خود به دختر خود امی توصیه را داره. برش میگه اینجا حال فریادا نیست، حال زدن و کندن نیست. یک واقعه را از ام سلیم رضی الله عنها را براتون بیان میکنم. ام سلیم زن مجاهد، زن پیشتاز در انصار، زنی که واقعا پیغمبر خوش داشت. اکثر اوقات در خانه ام سلیم میرفت. ام سلیم کدام زن است؟ حالی کتاب مستقل در موردش نوشته شده، بشناسه که او چه رقم زنا بود. صحابی شوهرش است، یک بچه داره، مریض است. صحابی میره روزدار است، پشت کدام کار غریبی که مقصدی که میره این بچگک مریض است وفات میکنه. ام سلیم رضی الله میخیزه، غسل میده، کفن میده، بسته میکنه، قرار در سری چپرکک بخوانشه. زمانی که شام شوهر میآید روزدار است، خبر نمیکنه شوهری خدا. روز افطاری هم گپایش برابر میکنه، خواب نان میخوره، میگه طفل چطور است؟ گفت جور تیار است. اون آرام است، جور تیار نیست، آرام است. آرام خواست راستی هم. شما باور بکنه که شب هم بستر هم میشن، شب هم بستری هم میکنه. خب صبح که میشه به شوهری خود میگه اگر امانت کسی پیش آدم باشه چی معامله قطعی امانت شوه؟ و میگه امانت باید پس به صاحبش تسلیم شوه.
گفتم او امانتی که الله داده بودی را پس به الله تسلیم کردیم. یک دم هیبت زده میشه شوهر. چرا هیبت زده میشه که عجیب گپ است. ما شب هم بستری هم کردیم، طفل وفات کرده، زود زود پیش پیغمبر علیه السلام میره، واقعا را برش میگه که یا رسول الله زنم سرم اینی طور کار کرده، مرا آگاه نکرده و این طور حالتام آمده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم همونجا بشارت داد، گفت به خاطر صبری که زنت کرده الله تبارک و تعالی شاید براتان اولادی نصیب بکنه که همه اولادش حفاظ قرآن باشه.